درود و سلام خدمت شما بیننده عزیز. دوستان عزیز، در نمایشگاه پیروزی هستیم در غرفه‌ای که شفاخانه افغان مرسی یک غرفه را گرفتن که قسمی که ما می‌بینیم بخش خدمات خودم همینجا رایگان اجراات میکنن. خواستیم امروز مسئول از یک صحبت‌های داشته باشیم. سلام و عرض ادب دکتر صاحب بزرگوار. سلام علیکم، خوب هستین؟ خوش آمدین. خوش باشین، زنده باشین. اگر در قدم نخست اسم زیبایتان به بیننده لطف کنین. نام عبیدالله اوریاس، مدیر مارکتینگ شفاخانه افغان مرسی هستم. بسیار جناب مدیر صاحب، میشه که بگوین که این شفاخانه چقدر وقت میشه کار میکنه و در کدام سایه کابل است؟ نزدیک یک دهه است که ما اینجا فعالیت داریم. در قسمت دارالامان نزدیک سفارت روسیه ما موقعیت داره شفاخانه ما. بخش مختلف ما خدمات ارائه میکنیم. فعلا هم در نمایشگاه اشتراک کردیم، باز خدمات خود اینجا به نمایش گذاشتیم. باز معاینات هم است که گروه خون ما به شکل رایگان معاینه میکنیم، شکر است و فشار به طور رایگان اینجا ما معاینه میکنیم. و بدون از او تا طرفای 12 بجه باز دکترای ما اینجا موجود بودن که به شکل رایگان باز مشوره صحی را و معاینات صحی را به طور رایگان ارائه میکردن. بسیار جناب مدیر صاحب، همین معاینات که فعلا ما میبینیم اونجا دکتر صاحب ها اجرا میکنن برای یک روز است رایگان، برای دو روز، یعنی که برای 4 روز نمایشگاه شما خدمات اجرا میکنن برای 4 روز؟ این معاینات ما برای 3-4 روزه که نمایشگاه است به طور رایگان است. اما به غیر از این ما باز کارت های تخفیف داریم که باز با هموطنان خود ارائه میکنیم که در حدود 30% تخفیف ما ارائه میکنیم در تمام مثلا معاینات دکتراست، بخش عملیات هایی که ما اجرا میکنیم و بعض معاینات لابراتوار که داریم 30% تخفیف تا 1 سال. هر زمان که آمدن هر کسی را که با خود آوردن ما معاینات با 30% تخفیف میتیم باشه. همین تخفیف شما در هیچ است یا اگر کس مراجعه کنه در شفاخانه اونها هم تخفیف میبرن؟ فعلا اینجا که باز معایناتی که ما میتیم رایگان است بدون هیچ پول و تخفیف را که رعایت میکنیم. کارت های تخفیف را برای باز مردم ما اینجا میتیم که ضرورت دارن. اونا هر زمان که آمدن خویش اقارب خودم که بیارن 30% به شما تخفیف دارن. زنده و سلامت باشین مدیر صاحب. هدف ما این بود که اگر یک هموطن ما در شفاخانه مراجعه میکنه غیر از این نمایشگاه، اونها هم از این تخفیف برآمد میشه یا خیر؟ بله، ما پروسیجر علیحده برای اونا داریم که تخفیف برای اونا هم در نظر گرفتیم. و باز از این 1 سال که تخفیف شما ختم میشه، آیا دوباره این تخفیف مد نظر میاد یا خیر؟ بله، ما خود نمایشگاه برای امسال نیست، ما سال آینده هم تصمیم داریم در نمایشگاه. سال آینده هم پروسه های داریم و باز چیزای در نظر گرفتیم که انشالله به سال آینده اونا را آمادگیش میگیریم. ان شاء الله با امید موفقیت و پیروزی. نزدیک لطف کنین. جوان سپاس. تشکر از شما که آمدید.